سلام به همگی. امروز قرار دیوونه کننده ترین و عجیب ترین و گرون ترین ویدیو کل تاریخ یوتیوب فارسی رو ببینید، چون ما قراره 4 تا ماشین رو با هم مقایسه کنیم که اختلاف قیمتشون مغزتون رو منفجر میکنه. از یه ماشین $1 که شاید باورتون نشه اصلا وجود داره، تا یه هیولای $100 میلیون که پولش اندازه بودجه یک کشور کوچیکه. و میخوایم ببینیم آیا واقعاً پول دادن بابت آهن و لاستیک ارزششو داره یا نه. پس همین الان بکوبید رو دکمه لایک که بریم سراغ اولین ماشین، یعنی ماشین $1. خب شاید بگید مگه میشه با $1 ماشین خرید؟ بله میشه، ولی باید توقعاتون رو بیارید پایین، چون وقتی داریم در مورد ماشین $1 حرف میزنیم منظورمون یه تیکه آهن پاره توی قبرستون ماشین هاست که حتی موتورش هم دزدیدن. ببینید این تصویر رو. این ماشین نه شیشه داره نه صندلی و احتمالاً کلی موش توش زندگی میکنه، ولی خب به هر حال اسمش ماشینه و 4 تا چرخ داره. البته شاید هم 3 تا چرخ داشته باشه، ولی نکته اینجاست که شما با پول یه آدامس صاحب یه ماشین شدید که میتونید توش بشینید و صدای ویژ ویژ در بیارید و تصور کنید دارید تو جاده های شمال میرونید. ولی واقعیت اینه که این ماشین فقط به درد این میخوره که با پتک بیافتید به جونش و استرستون رو خالی کنید، یا شاید بتونید به عنوان لونه مرغ ازش استفاده کنید. پس ماشین $1 عملاً یه سطل آشغال بزرگه که فقط جای پارک اشغال میکنه. ولی صبر کنید، داستان وقتی جالب میشه که میرسیم به ماشین $1000. خب $1000 پول کمی نیست، میشه باهاش یه گوشی خوب خرید، ولی وقتی حرف ماشین میشه $1000 یعنی دردسر خالص. ببینید این ماشین رو که ظاهرش بد نیست، ولی وقتی استارت میزنید انگار تراکتور روشن کردید و دودی که از اگزوزش میاد بیرون میتونه کل لایه اوزون رو سوراخ کنه. ماشین $1000 یعنی اینکه شما هر روز صبح باید دعا کنید که روشن بشه و وقتی هم روشن شد باید دعا کنید که ترمزش بگیره و وسط اتوبان خاموش نکنه. و تصویر یه مکانیک رو ببینید که داره با ناامیدی به موتور ماشین نگاه میکنه و سرشو تکون میده، چون خرج تعمیر این ماشین از خود ماشین بیشتره و شما عملاً دارید پولتون رو آتیش میزنید. ولی خب حداقل کولر داره. البته کولرش فقط باد گرم میزنه و شیشه هاش هم دستی پایین میاد و احتمالاً ضبطش فقط نوار کاست میخوره، ولی حس مالکیت یه ماشین واقعی رو بهتون میده و میتونید باهاش برید مسافرت. البته اگه جرأتش رو داشته باشید و نترسید که وسط بیابون واشر سرسیلندر بزنه و مجبور بشید با اولاغ برگردید خونه. پس ماشین $1000 یه قمار بزرگه که ممکنه برنده بشید یا ممکنه کلاً بیخیال رانندگی بشید و پیاده روی رو ترجیح بدید. ولی حالا وقتشه که از دنیای فقر و بدبختی خداحافظی کنیم و وارد دنیای پولدارا بشیم، جایی که ماشین‌ها دیگه فقط وسیله نقلیه نیستن، بلکه سفینه‌های فضایی هستند که روی زمین حرکت می‌کنن. بله، رسیدیم به ماشین $1 میلیون. اوه خدای من، به این خطوط بدنه نگاه کنید، به این رینگ‌های براق که از الماس هم گرونترن نگاه کنید. ماشین $1 میلیون یعنی لامبورگینی، یعنی فراری، یعنی بوگاتی. یعنی وقتی پاتون رو میذارید رو پدال گاز، روحتون از بدنتون جدا میشه و میچسبید به صندلی چرمی که از پوست گاوهای ماساژ داده شده ساخته شده. ببینید این ماشین چطور مثل یه یوز پلنگ وحشی جاده رو جر میده و صدای موتورش مثل یه سمفونی بتهوون گوشنوازه. توی ماشین $1 میلیون همه چی اتوماتیکه، حتی لازم نیست شما فرمون رو بگیرید، خودش میره، خودش ترمز میکنه و احتمالاً خودش هم براتون قهوه درست میکنه. و وقتی با این ماشین تو خیابون دور میزنید همه سرها به سمت شما میچرخه و همه آرزو میکنن که جای شما باشن و دوربین‌های موبایل روشن میشه و شما حس میکنید پادشاه خیابون هستید. ولی خب نگهداری این هیولا هم شوخی نیست، چون فقط پول بنزینش اندازه حقوق یه سال یه کارمند معمولیه و اگه یه خش کوچیک روش بیفته باید کلیتون رو بفروشید تا خرج صافکاریش رو بدید. ولی کی اهمیت میده وقتی شما سوار یه ماشین $1 میلیون هستید؟ یعنی شما به قله موفقیت رسیدید و دارید از ویو بالا لذت میبرید. اما صبر کنید، هنوز تموم نشده، چون ما همیشه دنبال بیشتر و بهتر هستیم و میخوایم ببینیم ته این بازی کجاست. پس کمربندها رو سفت ببندید که میخوایم بریم سراغ غول مرحله آخر، یعنی ماشین $100 میلیون. بله درست شنیدید، $100 میلیون.
این ماشین دیگه ماشین نیست، این یه اثر هنری متحرکه که فقط یه دونه ازش توی کل دنیا ساخته شده و احتمالاً توی یه گاو صندوق شیشه‌ای ضد گلوله نگهداری میشه و اصلاً اجازه ندارن باهاش رانندگی کنن، چون اگه لاستیکاش ساییده بشه میلیون‌ها دلار ضرر میخوره. این ماشین‌ها معمولاً کلاسیک‌های خیلی خاص هستن که تاریخچه‌های عجیب و غریب دارن. مثلا ماشینی که مرلین مونرو توش رژ لب زده یا ماشینی که اولین مسابقه فرمول 1 رو برنده شده ببینید. بدنه این ماشین رو که با طلا و جواهر تزیین شده و فرمولش از چوب درختای 1000 ساله ساخته شده و وقتی بهش نگاه میکنید انگار دارید به یه تابلوی داوینچی نگاه میکنید که 4 تا چرخ داره. ماشین 100 میلیون دلاری اصلاً برای راه رفتن نیست، برای پوز دادنه، برای اینه که بگی من چیزی دارم که هیچ کس دیگه تو دنیا نمیتونه داشته باشه و کلکسیونرهای میلیاردر حاضرن برای داشتن این ماشین همدیگر رو تیکه پیکه کنن. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا واقعاً ارزشش رو داره؟ یعنی این ماشین 100 میلیون دلاری 100 برابر بهتر از اون ماشین 1 میلیون دلاری راه میره؟ قطعاً نه. شاید حتی کنتر هم باشه و شاید کولر هم نداشته باشه و صندلی‌هاش هم راحت نباشه، ولی ارزشش به اون حس خاص بودنشه، به اون داستانیه که پشتشه و به این که نماد ثروت بی‌نهایته. خب حالا بیایید جمع‌بندی کنیم. ما از یه آهنپاره 1 دلاری شروع کردیم، رسیدیم به یه دردسر 1000 دلاری، بعد پرواز کردیم با یه موشک 1 میلیون دلاری و آخرش رسیدیم به یه موزه 100 میلیون دلاری. و واقعیت اینه که ماشین 1 میلیون دلاری برنده واقعی این مقایسه است، چون هم سرعت داره، هم کلاسه، هم میشه باهاش واقعاً رانندگی کرد و لذت برد. ولی ماشین 100 میلیون دلاری فقط برای اینه که بذاریدش گوشه اتاق و خاکش رو بگیرید و بترسید که کسی بهش دست بزنه؟ حالا نوبت شماست. تو کامنت ها به هم بگید اگه همین الان یک کیف پر از پول بهتون بدم کدوم یکی از این ماشینا رو میخرید؟ آیا اون ماشین 1000 دلاری رو میخرید و بقیه پول رو میزنید به جیب، یا دل رو میزنید به دریا و اون هیولای 1 میلیون دلاری رو میخرید؟ حتما نظرتون رو برام بنویسید و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله لعنتی رو هم بزنید تا ویدیوهای خفن بعدی رو از دست ندید، چون قراره تو ویدیوی بعدی یه خونه 1 دلاری رو با یه قاخ 100 میلیون دلاری مقایسه کنیم که مطمئنم دهنتون باز میمونه. پس تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.